سلام و درود خدمت شما دوستان راکت پلاسی خودم. آقا خوش اومدین به یکی از ویدیوهای المنتوری خفن دیگه که توی این جلسه میخوایم چنین سایه های جذابی به متنمون بدیم، حالا چه فارسی چه انگلیسی فرقی نمیکنه. الان ببینید شما زیر این متن راکت پلاسمون چقدر جذاب شده، خداییش یه سایه متنی فوق العاده جذابی رو به خودش گرفته. دوستانم قبل از اینکه بریم ویدیو رو شروع بکنیم، اگه این ویدیو داری از یوتیوبمون میبینی حتما سابسکرایبمون بکن که کلی ویدیوهای خفنی توی چنلمون هست و هم این که یه سرم به پیج اینستاگراممون بزن، اونجا هم پر از ویدیوهای خفن و المنتوری و وردپرس و کلا خیلی چیزای خفنی در ارتباط با وردپرس ها هست. آقا بریم شروع بکنیم که چنین متن جذابی رو بسازیم. مجددا وارد محیط ویرایشگر المنتور میشم. خب مثل اینکه حالا از قبل ما اینجا داشتیم، مثلا من این دیلیتش بکنم، خواهیم از نو با هم دیگه بسازیم. خب یه انتشار بزنم. الان میخوایم بریم با هم دیگه همچین متنی رو درستش بکنیم. آقا دوستان طبق معمول صفحمون رو میذاریم روی حالت کنواس المنتور. آقا برای بار 1001مین بار کنواس المنتور، یعنی صفحه‌ای بدون هدر و فوتر هست که هدر و فوتر نداره و بیشتر به درده حالا کسایی میخواد که دارن آموزش میدن، مثلا کسی مثل ما که داریم آموزش المنت و وردپرس یا هر چیز دیگه داریم میدیم که کلا سر کارمون آموزش طرحهای المنتوری و این چیزا هست، میذاریم روی کنواس المنتو. ولی فرقی نداره حالا توی طرحاتون خواستین رو کنواس بذارین نذارین، هیچ فرقی نداره. مراحل همون مراحل، کدها همون کد دوستان، هیچ فرقی با هم دیگه ای نداره رفقا. خب من اینجا میام روی این به علاوه کلیک میکنم، یک سکشن رو به پایین انتخابش میکنم. اینجا کمترین ارتفاع رو از روی پیکسل روی VH قرار میدم و اینجا عدد 100 رو بهش میدم که کامل صفحه رو در بر بگیره و از اینجا میام تراز کردن محتوا رو وسط و تراز موارد هم روی وسط کامل قرارش میدم. بعد وارد تب استایل میشم، یه پس زمینه بهش میدم. حالا من اینجا میخوام بهش مشکی بدم که اون سایه رو قشنگ ما ببینیم، ولی هر رنگ دیگه هم خواستین میتونین اینجا بهش بدیم. ما برای که این سایه قشنگ انعکاسش ببینیم من بهش مشکی میدم دوستان گلم. بعد وارد المان های المنتور میشیم و از المان تیتر میام استفاده میکنم، یعنی المانی که میخوام بهش سایه بدم. ببینید و این المان های سایه رو شما بیشتر روی متن میتونی بدین، نرین مثلا روی دکمه و این چیزا اعمال بکنین چون به خودشون سایه رو نمیگیره یا خطا میده بهتون. من اینجا میام یه متن مینویسم، مثلا مینویسم که راکت پلاس، حالا فرقی نمیکنه فارسی باشه یا انگلیسی باشه. من حالا میام به انگلیسی مینویسم، شما بیاین به فارسی بنویسید، فرقی نداره. میام اینجا بزرگش میکنم، مثلا روی روندش میکنیم روی 180 میذاریمش. خب خیلی هم خوشگل شد واقعا. رنگش هم میام سفید میکنم و از این قسمت میام سایه متن بهش میدم دوستان و اینجا سایه متنم اوپاسیتیشو تا ته میبرم بالا، اینا رفت، و اینجا محو شدگی رو روی 50 قرار میدم و اینجا حالت افقیش هم روی -15 قرارش میدم دوستان گلم. خب و بعد از اون وارد تب پیشرفته میشم و توی قسمت کلاس CSS باید یک کلاس بهش بدم که من این کلاس ها رو توی این قسمت گذاشتم پایین همین صفحه واسهتون قرارش دادم دوستان گلم، کلاس های CSS رو که اینجا کلاس CSS ما هم شادو تکست هست. از این قسمت کپی میکنم و توی این قسمت قرارش میدم دوستان. خب حالا کاری که دیگه باید بکنم اینه که وارد المان های المنتور بشم و از المان HTML بیام استفاده بکنم. المان HTML رو زیر متن خودم قرار میدم و این کد رو بهش میدم دوستان گلم. کدی که من اینجا برش نوشتم HTML کد، ما اینجا یه HTML کد داریم یه CSS کد داریم. من از اینجا تا این قسمت که اسکریپتمون تگش بسته شده سو میام HTML کدم رو کپی میکنم و توی این قسمت پیستش میکنم دوستان. ولی الان سایه نمیفته، یه کار دیگه باید بیایم انجام بدیم.
فقط در حدی که این قسمت ها یه مقدار مشکی شد برامون افتاد. الان ببینیم من اینا رو پاک بکنم این قسمت ها اینا برامون باید بره، ولی نه خب مثل اینکه کلا اعمال شده و به خاطر اون سایه متنی هست که بهش دارم مثلا حواسم نبود به این مورد. خب بعد از اون دوباره وارد تکست خودم میشم، میام یه مقدار پایین تر و دوستان حالا میتونم یه کار خیلی جذابی هم بکنم. الان اینجا میبینین یه مقدار به هم دیگه فاصله داره. میتونم بیام تو قسمت تایپوگرافی از فاصله کلمات مثلا ببینید فاصله یه حروف، ما اینجا راست کلمه اصلا نداره، از فاصله یه حروف بیام اینا یه کمی تو هم دیگه قرارشون بدم. مثلا بسته شد، بیام تو تایپوگرافی بذارین اینو بذارمش رو EM، مثلا بیام روی -10 بگذارم، یا خدا اصلا همه چی رفت، -1 شد، -1 خیلی اوضاع خراب شد، 2 یا خدا خیلی دیگه به هم دیگه چسبیده شدن واقعا. خب بیام اینجا یکی یکی منفی بهش بدیم، خب نمیخوره، بذاریمش رو همون پیکسل بهتره. خب پیکسل هم میام یه مقدار اینا رو تو هم دیگه قرارش میدم، مثلا یه -25 بهش بدم، خب خیلی دیگه تو هم رفتگی داره. -20 بازم خیلی تو هم رفتگی داره. 15 اینجا ببینیم مثلا تی خیلی دیگه واقعا تو هم رفتن. 14 میتونیم عدد 12 رو بهش بده، کلا رفت. -12 هم قبول نکرد. 10 بهتر شد. -8 بهتر. الان ببینید اینجا یه فاصله افته، اینه یه مقدار تو هم دیگه قرار گرفت و تو همین المان تیترم که هستم وارد تب پیشرفته میشم، میام توی قسمت CSS سفارشی و این کد CSS رو بهش میدم. این چقدر راحت. الان این افتادین زیر، دیدین چطور شد؟ تموم شد. خب وای میسیم یه مقدار بگذره و بعد از اون یه پریویو هم ازش بگیریم ببینیم که اصلا به چه صورتی در اومد. اینم به این شکل و الان این متن و این زیر ما الان داریم. این قبلیش بود که خب کوچیک‌تر بود، این بود که خودم درست کرده بودم، اینم الانه که با هم دیگه درست کردیم. دوستان چقدر خفن شد خداییش. و شما میتونید متناتون خیلی جذاب بکنید. حالا خیلی ها هستن میگم آقا فارسی باشه، فارسی بشه، میام اینجا بهش مثلا میدم که راکت پلاس و انتشار، ببینید سایر قشنگ منعکسش کرده. ولی خب یه مقدار زبان انگلیسی قشنگ تره. خب یه مقدار از حق نگذریم، یه مقدار زبان انگلیسی قشنگ تره، ولی فارسی هم واقعا قشنگ ره بره چسبیده. ببینید مثلا پلاس همینطور. آقا اینم کلا از این آموزش خفنمون که یکی از آموزشات خفن المنتوری بود. دوستان ایجمون یادتون نره دنبال بکنین رفقا، و این ویدیو رو هم دارین تو یوتیوب میبینین حتما چنلمون هم سابسکرایب بکنید. آقا کلا چنل، این اینستاگراممون همه رو با هم دیگه، اینستا رو فالو کن، چنل یوتیوبمون هم سابسکرایب بکن و تا یه ویدیوهای خفن دیگه. بدرود دوستان گلم. اینم همیشه از من داشته باشه، همیشه راکت پلاسی بمونین دوستان. خدا یار و نگهدارتون باشه. خدافظ.